سلام بچه ها، امیدوارم حالتون خوب باشه. خوش اومدین به این ویدیو و خیلی خوشحالم که اینجا هم همدیگر رو داریم. خب بچه ها، من این رنگ فانتزی رو بدون دکولر رو فقط با رنگ در آوردم و اگه آموزشش رو خواستین به هم بگین که بذارمش. الان بریم ببینیم چطوری بدون آسیب رنگ مو رو پاک کنیم که بتونیم رنگ جدید بذاریم. مواد لازممون برای این کار: پودر دکولوره، اکسیدان 6%، ماسک مو یا مرطوب کننده، نرم کننده مو، هر چی که استفاده میکنید و شامپو هستش. دقت کنید که پودر دکولورمون هر چقدر که باشه بقیه موادمون هم باید همون قدر باشه. تا اینجا ممکنه این سوال براتون ایجاد شده باشه که خب ما چرا نمیایم فقط با ترکیب اکسیدان و دکولوره رنگ رو از روی مو پاک بکنیم. دلیلش اینه که ترکیب اکسیدان و دکولوره pHش حدود 11 هستش و این pH میتونه رنگدونه های طبیعی رو از توی مو خارج بکنه، ولی هدف ما اصلا این نیستش و ما نمیخوایم پایه قبلی مو رو ببریم بالاتر. تنها هدف ما اینه که رنگ مصنوعی رو از روی سطح مو پاک بکنیم و برای اینکه این کار رو انجام بدیم اصلا لازم نیستش که pH مو 11 باشه و آب مو خارج بشه و اتفاقات دیگه بیفته. برای همینم میایم به ترکیبمون ماسک مو و شامپو اضافه میکنیم. ماسک مو رو هم که میتونین به جاش همون نرم کننده همیشگیتون رو استفاده بکنید. من چون که برای مشتری از ماسک مو استفاده میکنم، اینجا هم ماسک مو استفاده کردم. هر چیزی که بعد از شستن موهاتون استفاده میکنین توی همونو بریزین. خوب این متریال رو با هم دیگه ترکیبش میکنیم و مو رو بهش آغشته میکنیم. همونطور که میبینید تا من این متریال رو در سطح مو قرار میدم رنگ شروع میکنه به خارج شدن ازش. با اینکه این مواد pHش از 11 خیلی کمتره و فلس مو رو باز نمیکنه و شبیه خود دکولوره و اکسیدان عمل نمیکنه، ولی میتونه برامون رنگ مو رو پاک کنه. بعد از اینکه ما مطمئن شدیم که همه مو به متریال آغشته شده، نوبت به ماساژ دادن مو میرسه. موقع ماساژ دادن اصلا نباید کشیده بشه و ما هدفمون از این کار اینه که حرارت جزئی که شاید حتی حسش نکنیم ایجاد بکنیم برای اینکه سرعت واکنش بره بالاتر و اینکه مواد بهتر در سطح مو قرار بگیره. مو رو پهن میکنیم روی دستمون و به این صورت ماساژش میدیم و مرتبا مو رو چک میکنیم و جایی که رنگ به اندازه دلخواهمون پاک شده مو رو میشوریم. یه نکته دیگه که آسیب این روش رو به حداقل میرسونه اینه که قرار نیست این متریال بیشتر از 5 دقیقه در سطح مو باشه و اصلا این شکلی نیستش که شما هاتون رو به این مواد آغشته کنین و بریم بشینین فیلم نگاه کنین. این کار شبیه اینه که مثلا شما موهاتون رو شامپو کنید و بذارین اون کف 1 ساعت روی موهای شما بمونه و هیچ پوینتی نداره. متریال در معرض اکسیژن خاصیت خودش رو از دست میده و فقط باعث میشه که ساقه موتون خشک بشه. پس این کار رو نکنید و حواستون باشه جایی که رنگ به اندازه دلخواهتون پاک شده موهاتون رو با آب ولرم یا سرد بشورید. بعدش هم هر روتینی که دارین انجام بدین و با باد خنک سشوار موهاتون رو خشک کنید. هر سوال دیگه ای داشتین بپرسین، حتما جواب میدم. اگر درخواست آموزشی داشتینم به هم بگین که براتون ویدیوشو بذارم.